این سوالی موافقت است. شک خود داشتگیان مساواتی آنها رو باید ببینیم و با نتیجهشان باید کدام نتیجه درست است، یعنی 4 سوال داده می شود و 5 جواب، یکی از جواب ها خطا است. هم بیاین کار کنیم. سکونجه مساوات سکونجه چی بود؟ مساوات سکونجه баланди зарби асос тақсими 2. یعنی از این سکونجه اساس رو ببینیم. کتک ها همچون یک حساب کنیم. 1 2 3 یعنی اساس 3 ضربی اکنون баланди رو ببینیم. баланди باید پرپندیکولار یعنی 90 گرادус باید فراید. از اینجا میبینیم 1 کتک 2 کتک 3 4 کتک میفراید. این баланди است. یعنی 3 ضربی 4 تقسیم 2 برابر میشود به 6. یعنی یکمش به دوم به 2 تعلق دارد. جواب 6 میشود. دومش رو میبینیم. دومش این ترپیچ است. فرمول ترپیچ چی است؟ جمع اساس ها رو بینیم. در ترپیچ اساس پایان 4 جمع اساس ها و اساس بالایی 2. ضربی баланди از درون حساب کنیم. 1 کتک 2 3 4 یعنی ضربی баланди ضربی 4 تقسیم 2. این به چند برابر می شود؟ 6 24 12. یعنی مساوات ترپیچ به 12 یعنی به 4مش تعلق دارد. با این دیگر رنگ رو انتخاب کنیم. سیوم از همه آسان ترین این چی است؟ کوادرات است. همه طرف ها برابر 4 به 4 کوادرات یعنی 4 ضرب 4 برابر به چند می شود؟ 16. از همه آسانش کوادرات رو حساب کردم. این به پنجمش تعلق دارد. و آخران ببین آخران رو ببینیم. این روم هم فکر کرده میتونیم. سکونجه از سکونجه هم رفته میتونیم. چقدر سکونجه میکنم؟ با دو قسم جدا کنم. اگر ببینید چقدر با دو قسم سکونجه اما باین این اساسی ما سکونجه میشود و баланди سکونجه ما باز ببینید. اگر این баланди اگر حساب کنم یعنی دو تا میخواد سکونجه دارم. یعنی همچون فرمولی روم هم رفته میتونیم یا با سکونجه جدا کرده رفته میتونیم. یعنی سکونجه بالا چی است؟ اساس 4 است. 4 ضرب 2 این баланди هم سکونجه تقسیم 2 برابر چند میشود؟ 4 میشود. از این دو تا داریم. این یکمش این دومش 8 میشود. این به کدامش به سومش تعلق دارد. یعنی از جهت روم چقدر میرفتیم؟ ما دو تا دیاگونال داریم. 4 به 4 هر دوشون برابر است. 4 ضرب 4 تقسیم 2 با همون جواب میبرامد. از جهت روم اگر میرفتیم یعنی 4 ضرب 4 دو تا دیاگونالی هم ها 4 ضرب 4 تقسیم 2 مساواتی روم میدن به ما. و بعد چون میبینیم بینشون 90 گرادوس است با 8 برابر میشه. باز همون جواب. یعنی از اینجا چی شروع میکنیم؟ A به 2 علاقه دارد. A دوم. B به 4 تعلق دارد. C به 5 تعلق دارد و D به 3 تعلق دارد.